بینندگان عزیز، ما با همین استفاده وقتی که این لحظه نصیب ما گشته است برنامه خود را ادامه میتیم و خودرسا میکنم که در صحبت ما هستند اسکر حکیم، شاعر خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی، همزمان هنرمند خلقی تاجیکستان بهادر نعمتوف. خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. خب استاد، یک سالی که سپری می شود در حیات شما چه رنگ و بوی داشت و در جاده های همین سال چه موفقیت های نصیب شما شده؟ خب برای آن کسی که با خواندن و نوشتن مشغول است قریب همه روزها همسان میگذرند، ولی به هر حال وقتی که یک سال نو می شود، خب اون سالی مثلا نوروزی باشد یا اینکه سال مسیحی باشد، البته خب تازگی هایی دارد، زیرا میگویند که اگر روز اول هر سال را چگونه پیشواز گیری، سالت همون گونه خواهد بود. بنابر همین ما همیشه هم سال نوروزی را و هم سال مسیحی را خب با تمام همین شکوه و شهامتش خب جشن خانوادگی میکنیم و خب البته در عرفه خب اون سال نو بعضی کارهایی که در دام سال تمام کرده نشده است به یاد میبریم، هرچند کار البته اون کسایی که من گفتم به خواندن و نوشتن مشغول هستند همیشه مسلسل است، سلسله دار است، از همدیگر کنده نمی شود. بنابر همین لیکن به هر حال در هر سال واقعه هایی می شوند که خب اون واقعه ها در یاد می مانند، زیرا به دستاوردهای شما تعلق می گیرند. و بنده در این سالی که می گذرد اساساً با تحقیق ادبیات معاصر تاجیک، شعر معاصر تاجیک مشغول بودم و از روی وظیفه‌ای که در اکادمی علوم تاجیکستان دارم در انستیتوت زبان و ادبیات و تحقیق شعر معاصر مشغول هستم. خب در برابر همین بنده به نوشتن شعر هم همیشه مشغول هستم و اونهایی که با ایجاد بدیعی مشغول هستند و این دوستان منم که در اینجا حالا موسیقی زدند و سرود خواندند میدانند که البته سرود خواندن و موسیقی نواختن نسبت به تحلیل مثلا اثرهای موسیقی البته جالبتر است و فقط دل میخواهد با این چیز مشغول شود. خب بنده هم همین گونه هستم و بیشتر شعر به طرفش میکشد، اما مسئولیتی که در انستیتوت در اکادمی دارم برای نوشتن کارهای تحقیقی خب ترغیب میکند. یک چیزی که مثلا همیشه بروز برای من شادی آور بود این بود که از این شبکه‌های اجتماعی یک انجمنی هست به نام سبزمنیش و این انجمنی جهانی است، انجمنی مجازی جهانی است که اونا دانشمندان زبان و ادب فارسی تأسیس کردند و همه روزه چیز میگذارند و هر سال آزمون اعلام میکنند برای بهترین شعر فارسی و تاجیکی. و 3-4 روز قبل از این به من تلفن زدن و صحبت کردن و خواهش کردن که اگر بنده راضی باشم به هیئت داوران خوب این انجمن این سال رضایت دهم و این به نزدیکی اعلانش در صفحه های مجازی پیدا می شود و در اونجا شاعرای بسیار از تمام دنیا همچنانی که گفتم اشتراک میکنند و تقریبا شاید نمیدانم 10-12 نفر اعضای هیئت داوران نیز در اونجا حضور خواهند داشت. این البته به قول گپا برای من چیزی تازه بود و از تاجیکستان هم در اون شاعرها بسیار اشتراک میکنند، سالهای پیشین هم اشتراک میکردند و اونهایی که شعرشان خوب هست در صفحه های این سبزمنیش چاپ می شود، هم در صفحه های مجازی و هم اونها اون چیزها را کتاب کرده چاپ میکنند. بنابراین یکی از واقعه های خوشی که در همین آخر سال به من خبر دادن. بهترین البته چون انجام یک سال و آغاز یک سال با نوید خوب آغاز می شود،
اطمینان کامل داریم که سال نو میلادی که در زندگی ما رو میکوبد سال خیلی هم خوب خواهد بود. استاد بهادر نعمتов از همین یک سال ایجادیات قصه کنید. گفتی استاد که همیشه از پای ایجاد هستیم، از پای جستجوی سرودهای نو، یعنی که آهنگهای نو، شعرهای نو هستیم و در سال سپری شده 2024 یک کتابی من که با سرود آهنگهای خودم رو با نوت در آوردم، سومین کتابی من بود. زمزمه زندگی چاپ شد، از چاپ برآمد و یک کتاب دیگر که فقط با اشعار رودکی و مولانا جلال‌الدین بلخی تعلق دارد. یک کتاب دیگر حالا در آماده است. همین سال با فکرم که بعد از سال نو چاپ میشد، چون که کمی حالی کار دارد. چقدر برنامه ها کردیم در سال 24 شما خبر دارید. رودکی خانی کردم، در تشکیل کردیم در زلی کنسرتی کنسرواتوریا. بعد مولانا خانی در تالاری سفینه انا برپا نمودیم. من بغیر از کنسرواتور ملی تاجیکستان با در ارکستر گلشن سرمشاور هستم و بهاودین راهبری بدیعی است. ما یک جای چندین برنامه های فضا تشکیل کردیم، برنامه هایی که زنده سرایی هم زنده نواختن و هم زنده سراییدن شاگردان و عموما همیشه از پای جستجو هستیم. بعد به سفرهای هنری به ناحیه ها، شهر و ناحیه های جمهوری برآوردیم. خب برنامه هایی که در تلویزیون پیشنهاد کردید تا یک اندازه ما شاهد شدیم که با همین ارکستر استادی گلشن جوانان وارد شدن که یک هنری خاص دارند، تو یک جذبیت دارند، یک همین انرژی دارند که میخواهند که هرچی بیشتر ایجاد کنند و باز خیال میرود سوی همون خاطره ها، سوی گلشن آوازدار، ترانه های ماندگاری که از همون انسامبل ماندن. خب حتی وقتی که من گفتم که مهمان ما بهادر نعمتov هستند، یک بیننده تلویزیون گفت که از همین استاد خواهش کرد که همین سرود انار باز میخونده باشند و چی فاصله هست بین سرودهایی که مثلا یک فرصتی معین سرایی دید که امروز هم خواننده و شنونده دارد و ترانه‌ای که امروز میخواد سرایی دید. خب بیشتر خوبتر میشود که اون ترانه ها را گیریم که قریب از بین رفتن، قریب گم شدند، اونها رو ما از نو زنده کنیم. لیکن سرودی که شما نمبر کردید انار در ثبت ارکستر روشنی که همون وقت خونده بودیم ثبتش است و هر زمان در تلویزیون پخش میشود. برای این آیا حاجتی اثر از دیگر بازخوانی کردن ندارد. ما بیشتر انتخاب میکنیم سرودهایی که گم شده رفته ایستادن و از یادها رفته است، اونها رو ما گرفته زنده میکنیم، بازخوانی میکنیم. مثلا سرودی با ارکستر گلشن من جوانا بهاودین ارنجروفکا کرد، اثر سرودی شیرین رو سراییدن. بعد آهوی در کوسا که این خیلی شد هیچ کس نخونده بود و قریب گم شده رفته بود، از نو زنده کردیم. و با مثل همین سرودهایی که از یادها رفتن و یا رفته ایستادن، اونها را زنده کردن در کار. بهترین در همین جوانانی که به گلشن آمدند، شما روزگار جوانی خود رو میبینید در فعالیتشون، در همون فعالیت و جذب و کوشششون؟ البته من جوانی خودم رو میبینم. البته اون دورهایی که ما کار میکردیم با تماما دوره دیگه بود، زمانه دیگه بود، شرایط دیگر بود. لیکن با هر حال همون جد و جهد، همون شوق و ذوقی که در دید دارن ما هم همه خیلی بودیم و من کوشش میکنم که اونها رو برارم به واسطه برنامه فضا یا دیگر برنامه ها. خیلی در تمام چاره‌بینی های دولتی اشتراک میکنند تا اینکه آنها را شناسند،
تا اینکه آنها چهره گردند. وقتی که ما هم با ارکستر گلشن آمدیم هر اکته ما چهره نبودیم. بعد هم با ارکستر گلشن وقتی کار کردیم با تلویزیون برآمد کردیم، با رادیو صدا داد آوازهای ما، بعد آهسته آهسته ما چهره شدیم. بنابر امین ما حاضر کوشش میکنیم که این جوانان را تیز تیز با واسطه تلویزیون با مردم شناسانیم. خب در واقع برای شکوفتن، برای برکمال رسیدن یک هنرمند نقش استادها خیلی کلان است، زیرا چون بزرگان میگن به پیر مرفت که در بمانی. سال نو میلادی است و میخوام که از همون سرودهای ماندگاری که در گلشن میسرایدید یک قسمت هم باشد برای بیننده پیشنهاد بکنید. ما از همون سرودایی که دوره جوانی میخواندم. خب فقط سوزی دلم را در جهان پروانه میدانم، فقط سوزی دلم را در جهان پروانه میدانم، غمم را بلبل کاواره شد از لانه میدانم، غمم را بلبل کاواره شد از لانه میدانم. عشقی من بر جان من خوش آمدی خوش آمدی، ای دردی به درمانی من خوش آمدی خوش آمدی، ای دردی به درمانی من خوش آمدی خوش آمدی. میده میده میرقصی جانم با چشمانت، میده میده بی خانم جانم با قربانت، میده میده میرقصی جانم با چشمانت، میده میده بی خانم جانم با قربانت. از دور نگارم آمد خندیده یارم آمد، با بهاری تازه اندر کنارم آمد، میده میده میرقصی جانم با چشمانت، میده میده به خانم جانم با قربانت، میده میده میرقصی جانم با چشمانت، میده میده بی خانم جانم با نگاهت. چشم سیاه داری شیرین نگاه داری، ناز و ادای روشن عشق پناهی داری. چشم سیاه داری شیرین نگاه داری، ناز و ادای روشن عشق پناهی داری، ناز و ادای روشن عشق پناهی داری. بوتی نازنینم مهی مهربانم، چرا قهری از من بلاید بجانم، عزیزم چی کردم که رنجیدی از من، بگو تا گناهی خودم را بدانم، عزیزم چی کردم که رنجیدی از من، بگو تا گناهی خودم را بدانم. من آخر از این شهر باید گریزم، که مردم به تنگ آمدم از فیغانم، زی درسی محبت بجز نام جانان، به چیزی نگردد زبان در دهانم، زی درسی محبت بجز نام جانان، به چیزی نگردد زبان در دهانم. بوتی نازنینم مهی مهربانم، چرا قهری از من بلاید بجانم، عزیزم چی کردم
کی رنجیدی از من بگو تا گناهی خودم را بدانم عزیزم چی کردم کی رنجیدی از من بگو تا گناهی خودم را بدانم باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم رهی دیرین بگذارم رهی دیگر گیرم همه را ترک کنم شامگهان چون خورشید دامن صبح کشم دامن دل برگیرم باز یک باری دیگر تازه جوانی بکنم بحری جانان زی فلک لاله و اختر گیرم باز یک باری دیگر تازه جوانی بکنم بحری جانان زی فلک لاله و اختر گیرم نشوم دست خوشی وسوسه کور دلی جفتی دل خواه چو یک جفتی کبوتر گیرم نشوم دست خوشی وسوسه کور دلی جفتی دل خواه چو یک جفتی کبوتر گیرم باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم رهی دیرین بگذارم رهی دیگر گیرم همه را ترک کنم شامگهان چون خورشید دامن صبح کشم دامن دل برگیرم باز یک روزی غم و شادی گذشت در تلاشی قسمت و نام و سنام باز یک خورشید ما را ترک گفت ماهی ناپیدا شدن در گفتشان باز یک خورشید ما را ترک گفت ماهی ناپیدا شدن در افقشان شب بخیر هم نشینان شب بخیر شب بخیر هم زمینان شب بخیر باز یک روز غم و شادی گذشت شب بخیر هم زمانان شب بخیر تلخ و شیرینیست اندر جام شب این خورد می آن خورد خونی جگر تلخ و شیرینیست اندر جام شب این خورد می آن خورد خونی جگر تا چی گوید صبح اندر گوشی ما تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر تا چی گوید صبح اندر گوش ما تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر شب بخیر هم نشینان شب بخیر شب بخیر هم زمینان شب بخیر شب بخیر هم دیاران شب بخیر شب بخیر هم زمانان شب بخیر شب بخیر هم دیاران شب بخیر شب بخیر هم زمانان شب بخیر بهترین صداتون خسته نباشد سلامت باشید سلامت باشید خب استاد بهادر نعمتوف و استاد عزیز اسکر حکیم از نام هیئت ایجادی تلویزیون اشرفینه شما و در سیم شما نزدیکانتان همکارانتان را به فرارسیدگی سال نو میلادی مبارکباد میگوییم و در جاده های سال نو به شما تنها موفقیت خرسندی
و شادی تمنا داریم. بار دیگر خوش آمدید به برنامه ما.